سلام در خدمت سرکار خانم سلمانزاده عزیز هستیم. مشکلتون چی بود عزیز؟ تنگی نخاع داشتم. خب گردن و کرک شدن دستا. به دستت هم میزد؟ دستت سر میشد کرک؟ سر میشد. خب دستم یه جا سر میشد. خب الان جلسه پنجمم احساس میکنم که خیلی سبک شده گردن. خب خدا رو شکر. تنگی کانال نخاعی داشتن 35 36 36 و 37 که 36 و 37 خیلی شدید بود که من اصلا بهشون گفتم 50% شاید درمان بشه، 50% شاید درمان نشه که الحمدلله بهترم. خیلی سبک گردن با تیم قوی ما خدا رو شکر جلسه پنجم چند درصد بهتر شدی؟ من که الان احساس میکنم 100% بهتره. خدا رو 100,000 مرتبه شد. دیگه درد نداری. گزگزه دست چی؟ نه گزگزه دست اصلا سری و گزگزه هم الحمدلله. خب خیلی خوشحالیم که تو جلسه پنجم شما این همه نتیجه گرفتید به لطف خدا. خب ممنون که کلینیک ما رو انتخاب کردید. خیلی ممنون. سپاسگزارم.